الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران و خواهران بسیار گرامی و عزیز، قبلا همه شما را باز هم به این ماه مبارک، به این ماه بسیار پرثواب تبریک و تهنیت میگویم و از خدای مهربان خواهان هستم که خداوند این ماهی را که ما و شما روزه می‌داریم و درگاهش مقبول بگرداند و آن ثوابها و پاداش‌های را که در این ماه مبارک الله مهربان جای داده است، وعده کرده است، الله برای ما و شما نصیب گرداند. و از خدای مهربان خواهانی هستیم که خداوند بندگانی بودند که مثل ما و شما محب این ماه مبارک بودند، دوستدار این ماه مبارک بودند، ولی با سبب ناتوانی، با سبب عاجزی، با سبب بیماری آنها روزه داشته نتوانستند. از خدای مهربان خواهان هستیم که خداوند این زمره بندگانش هم آن مشکلات هایی که مانع روزه اونها، سد راه روزه اونها شد، خداوند با فضل کرمش برطرف گردانه و تا خدای مهربان حد اقل یک هفته هم که اگر از این ماه روزه داشته توانم تا از این ماه مبارک برخوردار شود. و از خدای مهربان خواهانی هستم که خداوند گذشتگان همه ما و شما را رحمت و مغفرت گرداند، بیماری هامون خدای مهربان شفای کامل تید، مسافرهامون هر جا باشند خدای مهربان در پناه رحمت و عصمتش نگهبان باشد. و از الله مهربان خواهانی هستم که خداوند در این دیار ما و شما، در این تاجیکستان عزیز ما و شما هم خدای مهربان همیشه خوبی ها را، همیشه نیکی ها را، همیشه برکات خودش نازل فرمایه و پایدار نگه داره و خدای مهربان هر یک مشکلات ها و هر یک سختی هایی که دامن بندگان خدا را گرفته است خداوند با فضل کرمش دور گردانه. و از الله مهربان خواهانی هستم که خدای مهربان تمام نفرانی که برای بهبودی این جامعه ما، بهبودی این دیار ما، علال خصوص از رهبر دولت که زحمت ها و مهنت ها و آبادی ها در بی نهایت و بسیار دستی کلان دارند و تلاش زیاد دارند، خداوند تنشان صحت و ایمانشون کامل نگه دارد. برادران عزیز و گرامی، چگونه که من وعده کرده بودم که چند سوال های باقی مانده است من برای شما جواب گردانم. اینجا سوال ها در پیش من خیلی زیاد آمدن، ولی تا توان تا همان 40 یا 50 دقیقه که قوت جواب گفتن اینها را داریم، انشاءالله چندی را که جواب گفتم، باز خدا خواهد در نوبت های آینده اکو دیگر ما پخش های مستقیمی که میکردیم، این بچه ها همین شبکه نور تیوی به خلاصه آمدن که مقصد اون پخش های مستقیم ترک میکنن و با طریق های خودشان قطعی مقصد
آمده از ما جواب این سوال ها را میگیرند. از این لحاظ انشاءالله من سوال های شما را خدا خواهد جواب میگردانم و در همین بین شما پیگیری کردن گیرین. خدا خواهد در دوام یک هفته اگر الله مهربان یگان آسیب و باز یگان مشکلات پیش نآید، اگر خدا خواهد من در دوام همین هفته تا شاید 3 بار تا شاید 4 بار سوال های شما را مقصد من جواب گردانم. پیش از این سوال ها را جواب گرداندن حدیثی در ذهنم آمد که جناب امام ابو هریره که حدیث متفق علیه، هم جناب امام بخاری هم جناب امام مسلم رحمت الله علیهما برای ما و شما در کتابهاشون آوردن که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم گفتند من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. هر کسی که اگر این ماه مبارک از روی ایمانداریش، از روی اخلاصش، از روی آنه که این فرموده الله است، از روی آنه که در داخل این پاداش و ثواب زیاد است، اگر روزه بدارد، خداوند در عوض این ماه مبارک برادران و خواهران عزیز چند سالی که ما مبتلای خطا و گناه باشیم همش به طفیل این ماه مبارک نابود میکرده است. یعنی نامه اعمال ما و شما را در صحیفه هایش که گناه ها کردیم، کمبودی ها کردیم، خداوند با طفیل این ماه مبارک نابود میگرداند. فقط شرطش همین، از روی ایمانداری، از روی اخلاص، از روی محبت، از روی آنه که الله این ماه را روزه داشتنش به گردن ما فرض گردانید و از روی آنه که در داخل این بسیار اجر بزرگ است. با همین نیت هر کسی ما اگر روزه داریم، خدای مهربان گناهان ما و شما را عفو و گناهان ما و شما را نابود میکرده است. از الله مهربان خواهان هستیم که خداوند نیت‌های ما را، مقصدهای ما را هم موافقی این حدیث مبارک بگرداند. میاییم برادران و خواهران عزیز به سوال ها. اینجا در 2 سوال من شاید که یک 40 یا 50 دقیقه را وقت گیرم. برای همین ایرا من به نوبت دیگر میگذرانم که اینجا 2 سوال آمده است که خیلی وقتهای زیاد در کار. یکم سوالش همین است که مرده میشنود یا نمیشنود، یا در قبر روح عذاب داده میشود یا جسم. این یک موضوع الهیده. موضوع دویمی که در اینجا برای من سوال دادن از کی بودن دجال، یعنی از نشانه های آخر الزمان، نشانه های کلان. یعنی ما در آمدن قیامت یکی نشانه های خور داریم و نشانه های کلان داریم. انشاءالله من این نشانه های کلانی که آمدن دجال و بیرون شدن یعجوج و معجوج و همچنان بیرون شدن دابت الارض که این در سوره مبارکه نحل یعنی زنبور خداوند این دابت الارض آورد، از حیوانی هست که خدای مهربان ایرا از داخل زمین بیرون میکند و این با مردم سخن میگوید و حتی نفرهایی را که به آیات قرآن اگر ایمان نداشته باشند میگه در بینی هاشان، بعضی روایت ها در پیشانی هاشان نویسانده می شود که این آدم ایمان ندارد، این آدم ایمان دارد. خدا خواهد من درباره اینها برای شما با مفصلا برنامه دیگه ده خدا خواهد به سمع شما از روی خبرهای معتمدی که در کتاب ها آمده است به سمع شما ایرا می رسانم. الحال باشد سوال های باقی را من می خوانم و برای شما جواب می گردانم. بابای حاجی میرزا درباره ابن تیمیه نقل میکردید که بعضی ها میگویند وهابی بود، بعضی ها میگویند که اون شخص عالم بود، از اهل سنت بود، بعضی ها میگن سلفی بود. خلاص همین شخصیت برای ما معرفی میکردید. برادران عزیز، این ابن تیمیه
با همین ابن تیمیه بسیار معروف و مشهور است. این 1263 میلادی تولدش است و 1328 میلادی وفاتش است. یعنی همگی این 65 سال عمر دیدن. نام اصل این آدم احمد ابن عبدالحلیم ابن عبدالسلام حرانی هستند. این حران همون شهری که در دمشق جای زیستشان بودن، این مقصد از همون دهه‌ای هست که این آدم از همونجا در همونجا تولد شدن و همین خاطر بسیاری وقت ابن تیمیه حرانی میگن. ولی شاگردهاش، برادران عزیز و گرامی، بسیار شاگردهای مشهوری داشت و مثال ابن قیم جوزی و شمس الدین ذهبی، همچنان ابن رجب حنبلی و ابن کثیر، بسیار تفسیری معروف و مشهوری دارند. خلاص انا این اهل سنت و الجماعه هستند. حتی خدا رحمت کند بعضی از کتاب‌های معروف و مشهور ما و شما، مثل حتی همین رد المحتار ابن عابدین شامی که این ابن تیمیه را همچو یک شیخ الاسلام میگوید یا عنوان شیخیش میتید. خب بعضی از دانشمندها او را همچو حافظ میگویند، عالم هم میشمارند. خلاص یعنی این آدم در کتابها همچو عنوانهای عالم و حافظ و شیخ الاسلام و اینها را داراست. ولی برادران عزیز، مذهبش مذهب حنبلی بود و در بسیاری از مسئله ها که مسئله های حتی همین گوییم رسیدن ثواب بر مرده، همچنان در باب زکات، همچنان در باب سه طلاقه، بسیار با مذهب خودمان اختلافاش وجود دارد. از این لحاظ برادر عزیز، خیلی هر کسی که سوال کرده است برای شما این قدر معلوماتش کفایت میکند. ولی من در اینجا ایستاده قید کردنیم که شکر الله مهربان در مذهبی که ما و شما قرار داریم، مذهب ابو حنیفه، خود حضرت امام ابو حنیفه و تمام شاگردهاش و مذهبش، برادران عزیز، همه مسئله و مسائل هایی که برای ما لازم و درکار است، از کدام بابی که باشد، اینا مهنت ها کردند، زحمت ها کردند، روی کتاب آوردند. از این لحاظ خواهش من همین است برادر عزیز که از داخل همین مذهب خودمان ما همه دلیل ها و حجت ها را یافته می توانیم. اگر مقصدهای شما مراجعت با این نفرها باشد یا مراجعت به دیگر مذهب ها باشد، ما ها برادران عزیز اگرچه ما تعصبی به مذهب ها نداریم، ما همه اینها را البته اهل سنت و الجماعه میشماریم. هیچ کدام اینها را نمیتونیم گویا که اینها در راه خطا و در راه مقصد گناه رفتند. ولی گفتنی هستم که پیروی از مذهب خودمان برادران عزیز بسیار مهم است و بینهایت ضرورت به سراغ دیگر مذهب و به دیگر شخصیت هایی ندارد. اگر چندی باز میگویم که ما به نسبت هیچ کدام اینها برادران یگان بدبینی نداریم. ما همه اینها را میگیم خداوند از ایشان راضی باشد و خداوند اینها را رحمت و مغفرت کند. ولی شما هر مسئله را که اگر فهمیدنی باشین از داخلی مذهب خودمان البته گیرین، زیرا که من حاضر این سوال جواب هایی که با شما دارم دانین که همه این از داخلی مذهب خودمان هست. خب سوال دیگری که اینجا آمده است، بابای حاجی میرزا گوید که نماز تراویح را از چند تا چند نفر می توانند بخوانند و با چند سوره می شود خوانده. نماز تراویح برادران عزیز و گرامی از زمره سنت های تأکیدی هست. یعنی اگر ما نماز تراویح را اگر نخوانیم، البته برادران عزیز ما گناهگار میشیم، زیرا این هم از گویم سنت های رسول اکرم صلی الله علیه و سلم با سنت های رسول الله، با کردار پیامبر و با
کردار اصحاب پیامبر ثابت است. از این لحاظ ما نمیتونیم که نماز تراویح را ترک کنیم یا اینکه نماز تراویح را از 20 رکعت کم خوانیم. ولی در عدد نفرهاش امروز که از بس که این وبایی که تمام سراسر عالم گرفته است و مردم همه در داخل خانه هستند، شما در داخل خانه هم میتونین تنها هم باشین خواندش میتونین، همراه فرزنده هم که باشین، همراه خانواده هم که باشین، فقط مردینه ها گویم بچه‌کاتون خب صف اول میستن، زنها اگر جماعت کردنی باشین در صف آخر میستن. با همین طریق یکی از شما مقصد از مردها یکی پیش می‌دارد و نماز تراویح را 2 رکعت هر سوره را که میخوانین خواهرها و برادرای عزیز اجازت است. ولی اگر خواهرای ما علاهیده هم که خوانند این ده هم رخصت است. خب اگر شخصی گناهگار توبه صدقاً کند، سوال دیگر، ولی در سرش فکرهای بد آید، از کارهای پیشترک کردهش، آیا گناهگار می شود؟ هر کسی که مبتلای گناه بود، برادران عزیز و محترم، وقتی که گناهگار بود و لحظه آمد که دیگر از کردارهاش پشیمان شد، مقصد بسیار در دلش یک غم پیدا شد که حقیقتا من تا امروز کاری خطا کردم، کاری نادرست کردم، ضرور همین است که من باید منبع اینها را باید به بندگی خدا گذرانم، الله را از خودم راضی کنم. برادرای عزیز، ما وقتی این نیت در پیش گذاشتیم، بگذار عمرم به 50 باشد، بگذار 60 باشد، بگذار 70 باشد، خدای مهربان همیشه ما را گفته است لا تقنطوا من رحمت الله، از رحمت من ناامید نباشید. و الله مهربان ما را به توبه کردن دلالت کرده است که اگر شما توبه کنید، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، پیامبر میگه کسی اگر گناه از گناههای کردگیش پشیمان شود، توبه کند، مثل کسی هست که گناه نکرده باشد. از این لحاظ بسیار یک حاضر لحظه های خوبی هست، بسیاری برادرای هست، بسیاری پدرهای هست، بسیاری مادرها خواهرای هست که شاید ابتدا از همین ماه رمضان کنند، گویند تا امروز خیر حقیقتا بی پروایی کردیم، بی اهمیتی کردیم، خب در غفلت بودیم، لیکن درک کردیم که بندگی خدا بسیار مهم بوده است. الله مهربان خیلی ذات مهربان بوده است که اینقدر سال بگیم از رزقی عطا کردش خوردیم ولی هیچگاه بندگیش هم نکردیم، هیچ وقت رازق و رزاقش هم نشناختیم، ولی خدای مهربان با همون دادگیش از ما کم نکرد. گفته اینها را در ذهناتون آوردین، رو به سوی خدا بیارین، الله همه گناه های شما را انشاءالله موافق همین وعده ها میبخشد. عزیزای خدا میگم بازا هر آنچه هستی باز آ، گر کافر و گبر و بت پرستی باز آ، این درگاه ما درگاه نومیدی نیست، 100 بار اگر توبه شکستی باز آ. ببین چقدر عزیزای خدا برای ما همه آنچه که من گفتم در این مصرع ها برای ما و شما آگاه کردن. انشاءالله فقط شما صدقاً بیایید، شما توبه شکن نباشید، برای شما انشاءالله قبول است. در دوامی سوالش گفته است آیا فرق از نجس یا نجیس چی فرق دارد؟ اینا همه مرادفند برادرای عزیز. خب یعنی نجس، نجیس، خبث، خبائث، ریجس، همه اینها معناش فقط به ناپاکی به همین ها دلالت میکنه، همه یا مرادفند، اینا یگان فرق بین دیگر ندارن. بابای حاجی گوید که در ماه رمضان بلیارد به سوم بازی کردن ممکن است یا نه؟ سوال یکمش این بود است. در ماه رمضان فقط گویم برادر عزیز در حدیث های پیامبر یا تاکید فقهای اسلام من کردگیان از نردی بازی را من کردگیان،
ولی دیگر بازی هایی که هستند مثال دمینا هست یا مثل این برادر ما میگه اینا بلیارد است و دیگر بازی هایی که هستند، اینا در مذهب خودمون اینها را مکروه تحریمی میگن. یعنی میگد وقت چه آدم باید بیهوده صرف نکنه. برادرای عزیز، این هم یه موضوع علاوه است که من درباره وقت برای شما گپ زنم که وقت از همه چیز قیمت ترینی هست که ما در عوض یک کاری که 2 ساعت 3 ساعت آدمی هست که باور کنین از سحر تا نیم روز یا از سحر تا بیگاه به همین بازی ها مشغولن که وقت تا ضایع میکنی، وقتای تا از دست رفته است که این بسیار ارزش بلند داره. برای همین خاطر مذهب خودمون گفتند وقتی چیزی قیمت تا در برابر یک چیزی بگیم بسیار ارزان، یک کاری بسیار بیهوده وقتی صرف میکنی تو گناهکار میشه. از این لحاظ برادرای عزیز، از این دیده حتی باور که 1 ساعت خواب کنید او بهتر است. از این دیده در یگان کاره که دیگر مشغول شین، 1 صفحه کتاب بخونین. اصلا برادرای عزیز وقتی من کتاب میگویم، عزیزای خدا میگه انیسی کنج تنهایی کتاب است. بیشتر با کتاب مشغول شین. خواه کتاب دینی است، خواه کتاب غیر دینی است، هر چی باشد شما با کتاب خواندن مشغول شین. این کتاب بسیار لذت دارد، بسیار راحت دارد و وقت از ضایع نمیکنی برادرای عزیز. در کتاب خواندن بسیار معلومات زیاد میگیری، بسیار گویم فهم کلان میگیری. از این لحاظ در راههای صرف کردن وقت این هست، نه شخمت و نه قرطه و نه دیگر بازی هایی که وجود دارد. سوال دیگری کرده است که شیعه گفته کدام مذهب داره؟ این شیعه چیزی که خودمون اهل سنت میگیم و جماعه، با همین اهل سنت با خودش بین مذهب ها داره. مذهب حنفی داره، مالکی داره، شافعی داره، حنفی داره. این شیعه هم بیانم یک طایفه، یک گروه را شیعه میگن و این شیعه ها هم با خودشون اینها با چند طریقه های مثال مذهب ها دارن و باز مقصد گروه ها دارن. از اینها بسیار گویم جدا شوی هاشون و طریقه بندی هاشون و ایناشون بسیار تباهی بده. برای این برادرای عزیز و گرامی همیشه حرکت کنید که پیروی از اهل سنتی و جماعت داشته باشین. خب سوال دیگری آمده است. بابای حاجی میرزا گوید که برادر کلانی بالای برادر خردی چه حق دارد بیان میکنه. البته هر یک برادرایی که از ما کلانترن خاطری کلانتری، یعنی حقشون همین که و یا کلانترن. ما همیشه کلانترا را بین پیامبر نازل میگو که لیس منا من لم یرحم صغیرنا و یوقر کبیرنا. از ما نیست گفتن یا محبای ما نیستن، پیروای من نیستن کیها؟ آن کسانی که به خردهای ما رحم نکنن. یعنی در نسبت فرزندکای خردمان وقتی اهمیت نمیتیم، تربیه نمیکنیم یا بالاشون بسیار یک سختی و ظلم میاریم، حضرت گفتن که این راه روش اختیار شما معنای را دارد که تو از امت من نیستی، تو از پیروی دین من نیستی. و دیگر و یوقر کبیرنا، کسانی که کلانترهای ما را احترام نمیکنن، به قدر کلانترهای ما نمیرسن، ویم از امت من نیست گفتن. به این خاطر کلانتر خواه برادرت است، خواه از او دا با گویم خواهرت است، اپت است کسی باشد، وقتی عمرش که کلانتر باشد وی باید که احترام داشته باشد. یعنی همیشه در پیش او آداب رعایت کردن در کن. خب سوال دیگرش بابای حاجی میرزا گوید که در این شرایطی که کرونا ویروس آمده است ما روزه بگیریم یا نگیریم؟ برادران خواهرای عزیز، من چند روزی هست که خیلی و خیلی یگون جای مبالغش نیست، تلفن های زیاده که مرا خودی آدمای بیمار شدگی زنگ میزنن یا نفرهایی که مقصد از ترس بیرون نمی براین که در ملک های مقصدمون غریبی هستن. من چندین تای اونها را با هم طریق تلفنم گفتم که شما در یک حالت قرار دارین که این حالتی که حتی شما خود میگوین من بیمار هستم یا میگین حتی که
خوردنی چیزی نداریم یا او خوردنی هایی که ما داریم مقصد هیچ قوتی نمی بخشد، با در برابر این مشغول به کاریم که هم حاضر کاریابی در این لحظه هایی که حاضر هستین که خودتان میگوین که هیچ امکان ندارد حتی همون روز شما طعام شده میابین. زین لحاظ برادرای عزیز این آیت هایی که بیشمار در قرآن ما داریم و حدیث هایی که از پیامبر داریم، یسرو ولا تعسرو، بین بشرو ولا تنفرو، انما بعثت میسرین ولم تبعث معسرین. حبیب خدا میگه آمدم که تا آسانی بیارم به بنده های خدا، نه آمدم که تا مشکلات بالای بنده های خدا بیارم. از این لحاظ برادرای عزیز در این حالت هایی که شما قرار دارین شما روزه هاتون بخورین و انشاءالله شما این روزه ها را قصدا نخوردستین. شما در اینجا عذر دارین، عذر شما را شریعت میپذیره. خدا خواهد این روزه های سخت که گذشت شما بعد میتونین که در هر یک روز خوردگیتون یک روز روزه بگیرید. این از حکم شریعت برای شما. خداوند همه شما را بیماری هاتون را شفا دهد و کسایی که مبتلا نشیدن خدای مهربان شما را مبتلای این بیماری نکنه. برادرایی که شما از اونا منتداری میکنین که دستتون میگیرن برای شما خوراکه میتن، خدای مهربان اونها را توفیقاشونه، محبتاشونه، اخلاصاشونه به دین خدا با زیاد کنه و همچنان همیشه دستاشون پر از مال باشد تا که خدا برای اینا این چنین انصاف داده است که از حال شما خبر میگیرن. دیگر سوال بابای حاجی میرزا خب معنای همین را گویید لا اله الا الله وحده لا شریک له احدا صمدا لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. معنای این برادرای عزیز لا اله الا الله معناش همین است که بجز الله توانا دیگر الهی نیست، دیگر معبودی نیست بجز آن خدای بزرگ، آن خدای توانا، آن خدای بی‌مثل، آن خدای بی‌مانند. وحده لا شریک له، الله مهربان بین تنهاست، یک است و هیچ شریکی ندارد. احدا صمدا، البته باز هممون است خدای یگانه است، خدای یکتاست. صمدن این خدای هست که نیاز ندارد، چگونه که ما نیاز داریم الله نیاز ندارد. لم یلد و لم یولد، خدای هست که کسی را نزاید و خدای هست که از کسی هم زاییده نشده است. ولم یکن له کفوا احد، خدای هست، الله هست که هیچ قدرت، هیچ توانایی بین خواست زمینی باشد خواست آسمانی باشد با قدرت این، با توانایی این پروردگار برابر شده نمیتواند. این از شما دائم خوانین، این بسیار ثواب کلانم دارد. بابای حاجی میرزا گوید که معنای سلفی چیست و چی کسانی را سلفی میگویند. سلفی برادران عزیز کسانی را میگن که پیروی از سلف صالح دارند. سلفی گفته گذشتگان، یعنی گذشتگان ما از پیامبر نازنین ما سر کردگی تا چاریارا و تا دیگر اصحاب پیامبر تا امام ابو حنیفه و امام احمد و امام شافعی و پیروای کسانی که با آیت قرآن با حدیث پیامبر عمل میکنن رفتار میکنن، یعنی معناش همین است که اینها را میگن سلفی، یعنی سلفی به معنای پیروی از گذشتگان. ولی اگر مقصد ما سلفی هایی که در ما بودن اگر مقصد شما اینها باشد برادرای عزیز، اگر جای بخفگی باشد اینها را سلفی گفتند ماها برادر عزیز حق نداریم. زیرا که سلفی کسانی هستند که چیز آیت و حدیث پیامبر میگد از او مقصد بیرون نمی شود، لیکن این توده‌ای که در ما بودن بود نفرهای شاید که در بینشان کسانی که از همه کرداری با باقیماندهاشون بیزار بودن، اینا نزاعی بودن یا را نزاعی یا نزاع می انداختن، اینا همیشه جنگ می انداختن، همیشه کردار اینها مقصد با موافق آیت و حدیث نبود. زیرا بسیار در اینها
اخلاقهای بد، بسیار سخنهای زشت برادر از شنیده میشه. برای همین بگذار همون برادرها منم شنونم این چیزا باید خودشون اقرار کنن که مقصد حقیقتا از همون پیروی سلف صالح را نکردن. آن چیزی را که عزیزای خدا من اینجا بسیار مثال آورده میتونم، لیکن حاجت به این نیست. ولی در اصل کلمه سلفی که یک توده مردمی که نزاعی بودن برای خودشون ایرا گرفتن، بر اونها مناسبی این نام نبود برادر عزیز. زیلحاظ سلفی کسانی را میگن که آن چیزی را که از رفتار صحابه های پیامبر میبینیم، از حدیث های پیامبر میبینیم 100% در همون داخل شده باشن، انشاءالله اینها را سلفی گفتن. اگر ما و شما هم پیروی از این آیت ها و حدیث ها داشته باشیم، اگر در راست ما خب سلفی گویند، مقصد یگان جایی ای بگیم و یگان جایی از بس که این کلمه داغدار شدگی است، زیلیات بسیاری آدم ها حذر میکنن که سلفی ما نگویند. یعنی این کلمه را اینها داغدار کردن. زیرا من بسیاری از نفرای را میدونستم که همون نامشون سلفی بود، لیکن در صحبتاشون بجز غیبت چیزی نبود، حالا که غیبت هم به آیت حرامه هم به حدیث حرامه. ببینید چقدر مثال بدبینی به حدیث و به آیت، مثال بدگمانی به حدیث و به آیت ثابته که در همین توده مردمی که خودشون سلفی میگرفتن، در اینها برادر از این چیزها دیده میشه. و این خاطر من اینها را ملامت میکنم. لیکن در اصل معنای کلمه سلفی پیروی از گذشتگان بود. دیگر سوال، بابای حاجی میرزا گوید که من سال گذشته روزدار بودم، ولی پدرم از من خفه شد به خاطر که من امکان رفتن به صحرا را نداشتم تا مالها را بیارم. آیا نزد الله گناهگارم یا نه؟ برای آن که من روزدار بودم و به حال بودم. برادری عزیز و گرامی، حقیقتا در نسبت بسیاری این سوالها از ما می شود. شما در حالت روزه داشتن وقتی پدر اطاعت نمیکنین، مادر اطاعت نمیکنین، یقینا دیگر این روزه خودش عبارت از تربیه است. وقتی در داخل روزه مقصد من روزه دارم گفته دیگر پیش پدر بلند نشه، من روزه دارم گفته در یگان کار تر اگر مقصد پی کارت بگیرن دیگر دنبال کار نرای که من روزه دارم گفته، این میدانی که اطاعتی از پدر و مادر نکردن این گناهش برادری عزیز ای او ثوابی که روزه میگیری این وزنی تره. برای این خاطر شما در برابر روزه داشتنتان هر چیزی را که از جانب پدرها و مادرها میشوند، فقط یک اگر ما را در یک دلالت راه نادرست کنن، این حالت من از مثال پدر یا مادر اطاعت نمیکنم، ولی همون اطاعت نکردن من بسیار باید با سخنهای نیک نرم قطعی فهمانم. نه اینکه مثال درشتانه و تو این حق نداری، این خلقتی من معامله نکو، این خلقتی من گپ نزه. برادر عزیز در این شما گناهگار میشین. برای که حتی در سوره لقمان هم خدای مهربان میگه حتی پدرت اگر دین نداشته باشه، یعنی بگذار بگیم که یک آدمی بیدین باشد، یک آدمی بت پرست باشه، حتی میگه شما حتی حق احترام او از بالای سر شما دور نمیشه. شما باید او را حتما احترام داشته باشید. خب سوال دیگر، بابای حاجی میرزا گوید من میتوانم بعد از رکوع خیستن ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی گویم و در بین دو سجده رب اغفر لی، و چی در نمازهای فرض باشه و چی در سنت میتونین. البته شما وقتی بلند شدین این کلمه هایی که شما آوردین ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، یا را گوین هیچ یگان باکی نداره. یا در حالت سجده رب اغفر لی رب اغفر لی رب اغفر لی، شما سبوح قدوس ربنا و رب الملائکه و الروح، شما اینها را میتونید گویید، یگان زیانی ندارد انشاءالله. خب بابای حاجی میرزا گوید که من میتوانم که به خاطر احترام نزد پدر و مادر
سجده کنم. برادرای عزیز و گرامی، یعنی احترام پدر و مادر عبارت از این نیست که تو در پیش پاش افتی و سجدش کنی. لیکن اگر شما پای ویا بوسه کنی، دستاش اگر بوسه کنی، پیشانیش اگر بوسه کنی، انشاءالله در این گناهکار نمیشی. ولی مقصد چی است؟ در پیش خواه پدر خواه مادر خواه کسی نباشد، انسان افتیده و چخیلی که در پیش خدا سجده میکند، این ده اجازت نیست. ما حدیثی داریم برادرای عزیز که جناب ابن ماجه میارد، میگه رسول اکرم صلی الله علیه و آله لو کنت آمرا احدا ان یسجد لغیر الله لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. پیامبر میگه اگر سجده کردن برای نفر اجازت میشد، من زنها را امر میکردم تا پیش پای شوهرهاشون سجده کنند. امام احمد همین حدیث با طریق دیگر همین متن آورده است و گفته است من عظم حقه علیها. به خاطر چی؟ به خاطر که حق بلندی که مردها بر بالای زنها دارند. اگر اجازت میشد من زنم میگفتم پیش مردها سجده کنم. از این لحاظ یعنی اجازت نیست، نه زن پیش مرد، نه فرزند پیش پدر و مادر. یعنی حق تعظیم فقط و فقط نزد الله هست. فقط الله حق تعظیم دارد. میانمون خم میکنیم، سرامون در خاک میمونیم، پیش الله همش اجازت، پیش مخلوقش برادرای عزیز اجازه. این احترام پدر و مادرم در خدمت کردن شد. یعنی شما دلی ویا راضی کنین، دلی ویا به دست بگیرین، انا همین احترام پدر و مادره. اینا میگن احترام کردن. بسیاری از برادرای ما به قدر پدر و مادرها نمیرسن، در زندگی به قدرشون نمیرسیم، بعد مردنش بعد دیگر مقصد نمیدانم آبهای چشم روی ریا هست، یا اینکه نان و آب دغدغه‌ای که میکنیم، اینها دیگر برادر عزیز، در اینها دیگر تو امید نکن که یعنی آن ثوابی را که من در حیات میگرفتم او را بعد مرگ گرفته میتونم. یا بسیار من دیگر صورتاش میاریم در تگای مثال در تنای دیوال من میزنیم. اینا معنای احترام ندارن. در حیات به قدرشون برسیم. در حیات هم تا دستش برداره بگه بچه من از تو راضیم، خدا برکتت دهد، انا همین برای شما خدمت های. خب بابای حاجی میرزا گوید که من میتوانم که در نماز تراویح در دستم تلفن گیرم و از روی آن ختم قرآن کنم. نه، این اجازت نیست که ما در دست تلفن بگیریم یا قرآن بگیریم و از روی آن مقصد ختم قرآن کنیم. اگر یگان نفری که حافظ قرآن از پیش در آیه و کسی که ویا لقمه میتید، انا اون کس اگر تلفن در دستش داشته باشد یا کتاب در دستش باشد، برای اون کس می شود که هرگاهی که در کجایی که فراموش کردی وای لقمه میتد. اینش درسته. بابای حاجی میرزا گوید که کیناهای حضرت یوسف، حضرت عمر را تماشا کردن جایز است یا نه؟ کیناها را، همین کیناهایی را که اگر اهل سنت و الجماعه مثل حضرت یوسف یا حضرت عمر یا حضرت ابوبکر، کیناها بسیاره، لیکن نگاه کنین که تهیه‌گراش کیه. اگر تهیه‌گران اینها مثال اهل تشیع باشد، یعنی شیعه ها باشد، بعد در داخل اینها بسیار خرافات ها و شرکیات و بسیار عقیده های نادرستی را میمونند که بعد همون نفرها در نظر شما برادرای عزیز به موافق تهیه اونها داخل میشه. برای همین اهل سنت از آن چیزی که منبع های خودمان داریم، از این که کینا میسازن، اینها را تماشا کنیم. یعنی هر کتابی را که ما میخوانیم ما میبینیم صاحبش کیه. انا همین کیناها را هم دیدن در کار، کیها همین را تهیه کردن. یعنی اینها مقصد اهل سنتن یا اهل تشیع. اگر اهل سنت باشه تماشا میکنیم. بابای حاجی میرزا، من دختردار شدم، در گوشش نام الله هست. این چی معنی داره؟ خیلی معجزای الله هست. می شود که در گوشش نام الله میاد. شاید بسیاری
من دیدم در همین اینترنت تا چه اندازه که حقیقت دارد. بعضی میوه ها را پاره میکنن در درونش صورت الله هست. بعضی آسمان را نشان میتهد با ابر سوره مثل کلمه الله پیدا شده است. اینا قدرت های الهی میشوند. برادر عزیز، این معجزه هستند که انشاءالله باز برای همون صدق ما یا برای گوییم که همون دینداری ما، برای توفیق ما، اینها انشاءالله با دلیل ها و حجت ها هستند. بابای حاجی میرزا، شما گفتید که دجال در وقت نزدیک شدن قیامت می آید. بعضی ها میگویند که این در دوره حضرت موسی و عیسی بود. برای ما معلوماتی من برای همین پیشتر گفتم که درباره دجال، درباره یعجوج معجوج، درباره اون حیوانی که بیرون می شود سخن میگوید با مردم و دیگر علامت های قیامت ده من برنامه دیگرم ده یک برنامه مخصوص میکنم انشالله درباره همین علامت ها. و دویم سوالی را که در اینجا گفتم جوابش میگردانم، مرده میشنود یا نمیشنود، روح عذاب میکشد یا جسم، در گرد اینا یک گویم همین دو سوال خطی من 40 یا 50 دقیقه صحبت میکنم. شما از اونجا میتونید که بعد معلوماتتون بگیریم. برادر عزیز، بابای حاجی میرزا گوید که به وضو امر معروف گوش کردن درست است. طهارت هم که نداشته باشین امر معروف گوش کردن هیچی باکی ندارد. دراز کشیدگی هم که باشین گوش کردن هیچی باکی هم ندارد. حتی به امر معروف هم یا آیت قرآن هم شما اگر به طهارت هم که باشید مثال گوش کردن یا در جای خواب دراز کشیدین و مثال در گوشاتون میمونین، خب یا اینکه تلفن هم میمونین یا تلویزیون هم میمونین، هیچی باکی ندارد. شما به حضور گوش کنین. فقط قرآن با در حالت به طهارتی به دستان قپیدن در اجازت نیست. لیکن در حالت به طهارت بودن قرآن شما خوانده میتونین، یعنی از یاد میتونین خوانده. یا اینکه انا گوش کردنش هم در حالت به طهارت میتوانین. امر معروف هم همچنان و همچنان میتونین در حالتی که درم جوگای خوابتون دراز کشیدگین شما آیت قرآن مثال سوره هایی که میدونین از یاد تکرار کنین، هیچی باکی ندارد. بابای حاجی میرزا، زن من چند سال باز حامله نمی شود. با او گفتن که در حالت حیض هم خوابه شوم حامله دار می شود. آیا این جایز است یا ناجایز است؟ خدای مهربان در سوره بقره آیت 222 می فرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن. الله مهربان گفت که شما در حالتی که زنها مبتلای بیماری زنانه باشند شما با اونها نزدیکی نکنید تا وقتی که اونها پاک نشوند. یعنی حیض یا همون بیماری زنانه کمترینش 3 روز، زیادش 10 روز. در همین مهلت، در همین حالتی که وای خون میبیند شما هم خوابه نشوید. تمام فقها میگن اگر کسی که با زن در حالت حیض هم خوابه میشود اگر گویند که نادرست است همی نکن، بگه هیچی گپی ندارد، آدم ای دین خارج میشود. ببینیم برادر عزیز، ای دین خارج میشه. با اثر نو باید تو کلمه عرضه کنی، اثر نو باید غسل کنی تا باز مسلمان شوی. یا در حالت نفاس وقتی که زنها تولد میکنن، یعنی نفاس که حد اکثرش 40 روزه، در اون حالت هم همین خیر کسی اگر گوید هیچی باکی ندارد ای گپ هست، یا با آیت قرآن ثابتن. برای همین احتیاط کنید که این آدم با کفر میبره. و کسی اگر همین اگر سهوان یا نافهمیده یا شهوت مقصد خیلی حالتش تنگ کرد و این آدم دست به همین کار زد، میگه جریمش جبرانش چی است؟ میگه باید 1 دینار یا نصف دینار باید صدقه کنه. 1 دینارش 425 گرم طلا های، نصفش حساب کنید که یعنی باز 202 گرم طلا. ایرا به نرخ میگردونید چند سو میشود؟
و همین قدر باید که شما صدقه کنین تا همین گناه کردگیتون از گردنتون ساقط شود. خیلی که یک آدم قسم میخوره واللهی باللهی تاللهی یا میگه الله بزنم خدا بزنم لیکن دروغ میگه، همین حالت بین در آیت های قرآن کفارت داره، جبران داره. یعنی یا 3 روز بعد روزه بگیره یا 10 مسکین طعام بده. یعنی با سومی سامانی بگیم باید تا 250 سامان باید جریمه شود. اگر نتر این همچون گناه کبیره نویسانده میشد، پیش خدا جوابگر است. برای این هر یک گناه با خودش جبران و جریمه دارد. لیکن جریمه این همینه. کسی تو را دلالت کرده است که زن در حالت حیض اگر نزدیک شوی حامله دار می شود، وای برادر عزیز خیلی گویم طبیبی ابله بوده است که هیچ یگان طبیبی روی دنیا این دلالت کردگی نیستند. از این خاطر از این مسئله دادر عزیز دور باشو. از خدای مهربان همیشه تمنا کن که دعا کن که الله مهربان از این نعمت ما را برخوردار بگردان. انشاءالله فکر میکنم کمی در خود ماندگی را احساس میکنم و سوال هایی که در اینجا باقی ماندن، خدا خواهد من اول سوال هایی را که برای شما گفته بودم در باب نشانه های قیامت و مرده میشنود یا نمیشنود، خدا دانا است در همین بین باز 2-3 روز دیگر ما میتونیم که این سوال ها را جواب بگردونیم و بعدا با سوال هایی که هست یا سوال هایی که با شما مقصد ارسال میکنین، انشالله اینا بچه ها می نویسن در دست من میتن. خدا خواهد من برای شما جواب هاشا میگردانم. خداوند تنتون صحت کند، ایمانتون کامل کند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.